به نام خداوند داننده رازها، به نام خداوند احساس پاک. سلام و عرض ادب. امیدوارم که روز شنبه خوبی رو تا الان سپری کرده باشید و هفته بسیار خوبی پر از خبرهای خوب براتون در انتظار باشه. مثل همیشه تفعال میزنیم به دیوان حضرت حافظ خواجه شیراز. لطفاً چشمهاتون رو ببندید و نیت کنید. ای حافظ شیرازی، تو محرم و حرازی، تو را به خدا و به شاخ نباتت قسمت میدم که هر آنچه صلاح و مصلحت میبینی برایم آشکار و آرزوی مرا برآورده سازی. بله. و غزل امروز: آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر و آرام تواند به من مسکین داد. وانکه گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من غمگین داد. من همان روز فرهاد طمع ببریدم، که عنان دل شیدا به لب شیرین داد. گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آنکه آن داد به شاهان به گدایان این داد. خوش عروسی است جهان از ره صورت، لیکن هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد. بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی، خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد. در کف غصه دوران دل حافظ خون شد، از فراق رخت ای خواجه قوام الدین داد. بله عزیزان، و حالا غزل رو با هم دیگه تعبیر و تفسیر کنیم، ببینیم حضرت حافظ چه چیزی میگه به ما. ای صاحب فال، باید بدونی که خداوند خالق زیبایی هاست، قادر مطلقه. به هر کسی یک نعمتی عطا کرده که اون نعمت رو باید شکرگزاری کنن. تو هم باید برای نعمت‌هایی که تا الان توی زندگی داری از خداوند شکرگزار باشی. بهتره که عنان اختیار زندگی خودت رو به دست هوس‌ها و عشق‌های زودگذر ندی. بدون که زمستون زندگی تو هم در حال گذره، به زودی بهار میشه، مشکلات تو هم حل میشه. دل به ظاهر زیبای دنیا نبند. امید برای پیروز شدن و رسیدن به هدفت رو از دست نده. تا پیروزی، تا موفقیتت راه زیادی نمونده، اما انگار کسی هستی که حوصلت رو از دست دادی و دیگه توان تلاش کردن نداری. ولی باید بدونی وقتی که اینقدر تا موفقیت راه کمی باقی مونده، بهتره دوباره با حوصله تلاش کنی تا بتونی به موفقیتی که میخوای برسی. توکل به خدا کن، اون خداوندی که قادر و تواناست، و وقتی خداوند رو داری تردید رو از دلت بیرون کن. شک نکن که به اون چیزی که میخوای میرسی. شما یک انسان بسیار جذاب، هوشیار، دقیق و خیرخواه و دوست داشتنی هستی و فقط گاهی اوقات شکیباییت رو از دست میدی. اگر انسان شکیبایی باشی و گوش به حرف انسانهای حسودی که در اطراف شما هستن ندی و ناامید نشی، مطمئن باش با تلاشی که میکنی، با اون پشتکاری که داری، میتونی به هدفت برسی. الان اگر مسافرتی براتون پیش اومد اون رو توصیه میکنیم، و اگر بیماری دارید شفا پیدا میکنه. در این موقعیت خرید خوب هست، اما فروش متاسفانه به صلاح نیست. ممکنه شرایطی براتون پیش بیاد و تغییر شغل بدید. اوقات بسیار ناراحت میشید که احساس میکنید تمام سختی های دنیا فقط در زندگی شما وجود داره. احساس میکنید خداوند فقط شما رو مورد امتحان الهی قرار میده، در صورتی که به این صورت نیست. تمام کسانی که تا الان به موفقیت رسیدن و یا حداقل موفقیت نسبی رو کسب کردن، قطعا تحمل درد و ناراحتی خودشون رو بالا بردن. فهمیدن که راه رسیدن به کامیابی، راه رسیدن به آرزوهاشون راه سختی، کفش آهنین به پا کردن و با یه اراده فولادینی جلو رفتن. و این رو باید بدونین شما هم از این قاعده مستثنا نیستید و هیچکس در آسایش کامل به چیزهایی که میخواد نمیرسه. شما باید مثل یک شیر درنده با همون میزان انگیزه و انرژی تلاش کنید تا بتونید به اون موفقیتی که در ذهنتون هست برسید. انسانی هستید که به کم قانع نیستید. وقتی چیزی رو خیلی ایدئال در نظر دارید، پس باید به همون اندازه هم تلاش کنید. نمیشه که چیزهای خیلی خوبی رو در نظر داشته باشیم اما تلاش بسیار کمی داشته باشیم. قطعاً برای رسیدن به اون ایدئال 100% و بسیار عالی که در ذهن شماست، تلاش
مضاعفی میخواد. پس ای صاحب فال، تنبلی رو کنار بگذار، بهونه چینی رو کنار بگذار. خودت باید برای رسیدن به موفقیت تلاش کنی و برنامه ریزی کنی، اما بدون که در انتهای همه این سختی ها وقتی که به موفقیت برسی انقدر اون لحظه برات شیرین هست که تمام این سختی ها میارزه که به جون بخری. پس برای رسیدن به اون روز تلاش کن. و نکته بسیار مهمی که وجود داره هنگامی که به موفقیت رسیدی، حالا در زمینه کاری، در زمینه‌های مالی، به اون مال و ثروتی که دست یافتی قانع باش. بسیار طمع کردن باعث میشه همه چیز رو از دست بدی. طمع نکن، قانع باش و حق دیگران و اطرافیانت رو هم ضایع نکن. و همیشه خداوند انسان‌هایی که قناعت میکنن رو دوست داره. قناعت کردن به معنی خرج نکردن و جمع کردن و فقط پس‌انداز کردن نیست، نه. قناعت کردن به معنی این هست که به اون چیزی که فعلا امروز داریم راضی باشیم و شکرگزار باشیم. همیشه چشممون به دست بالاتر نباشه، همیشه منتظر پله های بالاتر نباشیم. فعلا تو همین پله هم هستیم، از خداوند تشکر کنیم و اگر توانایی کمک به دیگران داریم، میتونیم از کسی دستگیری کنیم، مبلغی مثلا به کسی کمک کنیم تا گره از مشکل کسی باز کنیم، اون رو دریغ نکنیم. و اما اگر غزل به نیت احساسی گرفته شده، تا الان تفسیری که انجام دادیم برای کسانی بود که به نیت غیر احساسی نیتی داشتن، اما اگر ای صاحب فال نیت احساسی داشتی، چشماتو بستی و به اون معشوقه و یارت فکر کردی و تفاعل زدی، باید بگم که فاصله تا وصال یارت نمونده، کافیه که تلاشتو بیشتر کنی. و اگر شما انسانی هستی که زیبایی داری و یا صفتهای خوبی داری، اخلاق خوبی داری، چهره زیبا و بشاشی داری، به اون مغرور نباش، چون هیچ کدوم از اونها ماندگار نیست. یک امیدی رو باید در دلت نگه داری تا بتونی به آرزوهات برسی. زمان رسیدن به آرزوهات که همون وصال معشوقت هست بسیار نزدیکه. فقط در راه رسیدن به معشوقت باید خودت رو در برابر هوس‌ها و عشق‌های سریع گذر محافظت کنی و در دام هوس‌های زود گذر نیفتی. به یک عبارت خیلی ساده‌تر، برای رسیدن به همون معشوقی که داری تلاش کن. به چیزهای اطراف و جانبی هیچ توجهی نکن. انقدر تلاش کن تا به وصال یارت برسی، چون وصال بسیار نزدیکه به شما. و یک نکته خیلی مهم که در این غزل برای افرادی که نیت احساسی گرفتن وجود داره این هست که اگر شما داری به ظاهر معشوقت دل میبندی، به رخ زیباش، به اون جمال ظاهری که داره، ببینید فقط ظاهر منظورم هست، داری دل میبندی، این کار رو نکن. شما نمیتونی فقط به ظاهر زیبای دنیا و اشخاص دلخوش کن، چون هیچ سودی غیر از پشیمانی نداره. از قدیم گفتن چهره زیبا با یک بیماری، با یک مریضی، با یک اتفاق ممکنه از دست بره. چقدر خوبه که شما کسی رو انتخاب کنی که علاوه بر چهره زیبا، اخلاق و بصیرت نیکو هم داشته باشه. این نکته هست که حضرت حافظ از ما میخواد که بهش توجه کنیم و بسیار واضح داره هشدار میده که اگر فقط پی جمال باشین، به جمال دنیا و آدم‌هاش دلخوش کنید، دنیا رو از دست دادید. حضرت حافظ در بیت اول اینگونه میگه اون کسی که رخسار تو رو رنگ گل و نسرین داد، اون کسی که تو رو اینقدر سرخ و سفید و زیبا کرد، حتما به من درمونده هم میتونه صبر و آرامش بده دیگه. خداوند قادر مطلقه، به هر کسی میتونه هر چیزی که خواست عنایت کنه. وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من غمگین داد. اون کسی که به موهای تو آینه تطاول، یعنی آینه ظلم، یعنی اینقدر این موهای تو زیباست که ظلم، انگار داره ظلم میکنه، میتونه با کرم و بخشش خودش حق من غم دیده رو به من بده. یعنی خداوند داد دل من رو از تو، این گیسوهای زیبای تو میگیره. من همان روز فرهاد طمع ببریدم، که عنان دل شیدا به لب شیرین داد. من از همان روزی که فرهاد اختیار دلش رو به لب شیرین داد، از اون قطع امید کردم، دیگه انتظاری از اون ندارم که مثل عاقلان رفتار کنه. حضرت حافظ داره اشاره میکنه که کسی که عاشق میشه انگار چشمش کور میشه، بصیرتش رو از دست میده و جمال و سیرت معشوقه است که فقط در ذهنش وجود داره. گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است، آنکه آن داد به شاهان به گدایان این داد. اگه گنجینه طلا نداریم، قناعتی که بلد هستیم. وقتی پول نداریم میتونیم قناعت پیشه کنیم. وقتی که کسی به پادشاه ها گنج داده، همون فرد به گداها هم، به انسانهای ندار هم شیوه قناعت رو بخشیده. یعنی خیلی دلخوش نکنید که الان شما در
شرایط بسیار خوبی هستی. اگر شما مال داری، ما هم چیزهای دیگه داریم، به چیزهای دیگه میتونیم دلخوش کنیم. خوش عروسی است جهان از ره صورت، لیکن هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد. دنیا یک ظاهر عروس مانندی داره که زیبا و مقبول هست، اما هر کسی که بخواد به او بپیونده باید عمر خودش رو به عنوان مهریه تقدیمش کنه. و همون جمله‌ای که خودمون در عامیانه به کار میبریم، دنیا عروس هزار چهره است و دل بستن به اون هیچ سودی نداره، دقیقا همونی که حافظ در این بیت بهش اشاره میکنه. و در آخرین بیت حضرت حافظ میگه در کف قصه دوران دل حافظ خون شد از فراق رخت خواجه قوام الدین داد. یعنی این خواجه قوام الدین بیا به فریادم برس که در ندیدن روی تو دل حافظ در دست زمانه پر از خون شد. یعنی تو نیستی، روزگار از دوری دل من رو خون کرده. و این بیت اشاره به پیشینه غزل میکنه که حضرت حافظ این غزل رو برای قوام الدین محمد سروده که خودش و اجدادش در کار دیوانی و صاحب عیاری بودن و حافظ به طور صریح به خواجه قوام اشاره میکنه که میگه من از نبودن تو دلم خون شد، با این حال به خداوند امید دارم که صبر و بردباری به من بده. در واقع حضرت حافظ در این غزل به دو نکته مهم اشاره میکنه. یکی قناعت کردن فعلا به اون چیزی که داریم در هر زمینه. اگر در هر رابطه هستیم فعلا به همین سطحی که وجود داره قناعت کنیم، دنبال چیزهای خیلی خاص و ویژه نباشیم. اگر از نظر مالی هست به همین میزان پول و شرایطی که داریم قناعت کنیم. و دومین چیزی که خیلی بهش حضرت حافظ پرداخته تو این غزل این است که فریب ظاهر رو نخوریم. ظاهر زیبای معشوق نباید باعث بشه ما از بقیه چیزهای معشوقمون دست بکشیم. قطعاً اخلاق و نکات دیگه هم هست که باید بهش توجه بکنیم و حضرت حافظ داره مثل یک تلنگر این دو نکته رو به ما یادآوری میکنه. امیدوارم که در تمام زمینه‌ها، کاری، تحصیلی و هر نیتی که دارید همیشه موفق باشید و خداوند یار و همراهتون باشه. تا غزلخوانی دیگه شما رو به خداوند خوبی ها می‌سپارم. روز و روزگار خوش.